السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم أهل القبور. برادران عزیز مهربان، چنان که میبینین قبرها را، قبرستانها را منزلت دادگیان. یعنی قبر خشتواری ما یه حضرت داملا بود، قاری بود، یعنی امین خدای داد سید مومن زاده. یعنی سبحان الله کرونا ویروس یعنی اکثریت مردم چرا کرد؟ صغیره کرد، یتیم کرد، بیوزن کرد، بیزن کرد، بیشوهر کرد. خلاص دیگه بسیاری کارها را کرد. اولش که قدر الله، تقدیر نصیب، دیمش که یک بیماری که آمد، بسیاری جوانان دنیا گذشتن. المهم که هر انسان کدام عمر ساعتی که گذشت باید آماده باشه. الحمدلله که برادر ما گذشت، بگیم فرزندهاش قاری قرآنن، الحمدلله که بعد از مرگش در حقش دعا میکنن. فرزنداش در دین اسلام خدمت میکنن. خچه ماشاءالله چندین انسان ها را یعنی تعلیم دادگی، تعلیم با نماز، تعلیم با قرآن. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. هر وقتی که فرزند آدم از دنیا بگذره تمام عملهاش بسته میشه مگر الا ثلاث، یعنی مگر که سه چیز. یکی از اونها صدقه جاریه است. الحمدلله که صدقه جاریه کردگی انسان ها را قرآن خوان کردگی، نماز خوان کرد. تا زمانی که اونها قرآن میخونن، تا زمانی که اونها نماز میخونن، ثواب در نامه اعمال این نوشته میشه و از اونها یگان ثواب کم نمیشه. خوب دیمش که یکمش صدقه جاریه، قرآن هم خوبه، یعنی صدقه جاریه. دیمش او علم ينتفع به، یعنی علمی که فایده بیاره. یگان کس تعلیم قرآن دادگیه، یگان کس آموختگی بگیم دین اسلام باشه یا که دین گفتگو با دین اسلام و هر چیزی که در عموم حیات زندگی میروه اونها، یا که یگان چیز راست کرده باشه در مسجد و در مسجدها خدمت میکرد ماشاءالله. سیمش که اولاد صالح یدعو له، فرزندهای صالحی که در حق دعا کنند. الحمدلله که فرزندهای صالح داره، فرزندهاش قاری قرآنن، قاری بچه‌ان. خوشا به حال همین گونه شخصیت هایی که بگیم فرزندهاشون قاری قرآنن. و همچنین صدقه جاریه بگیم ما خاص به خاطر الله، به خاطر همین برادرمون در شهر سن پترزبورگ در کارخانه صلاح جامع، بسیاریاتون شاید بدونین کسی قرآن خوانده میتونه 5 قرآن در همونجا توفا میمونین، خاص به خاطر داملا خدای داد. کسی که میره خوانده بتونه هم قرآن از همونجا قرآن بگیرن برای 5 نفر در نامه اعمال هم برادر، یعنی ثواب را برای شاید که این روز ما به خاطر الله، به خاطر برادر میکنیم، فردا شاید که منم در همینجا باشم، یکی از دوستان ما به خاطر الله و به خاطر ما همین اعمال جاری کنه، یا که همین کار به خاطر الله به خاطر ما بکنه. با مو خاطر تدین و کمتودان چگونه بو کردی هم را انتظار باش، چه اعمال خیر باشه چه اعمال بد باشه. اگر که انسان سبحان الله انسان بد میبود، ما خودی مسکو به زیارت قبرستان این نمی اومدیم. با اون خاطر که هر انسانی که خوبه، هر انسان اعمال خوب داره، پس از مرگش هم اون را یاد میکنن. ببینید که سال 2022 در وقت مرگش سبحان الله بیماریش بود آمده مدینه گذشت، ان لله و انا الیه راجعون. یعنی کرونا ویروس با سبب کرونا ویروس دنیا گذشت. هر یک چیز سبب میشه و هر چیز حکمت خودش داره. لیکن الحمدلله که هر وقتی که بیم خزان میایم در حقشون دعا میکنیم، میخزم میریم. هر قدم ما و شما این روز انتظار باشیم. بسیاری ها ما سبحان الله همینجا قبرستان میایم، میبینیم بعضی پدراشون گور میکنن، میاد تا خیلی مینی یوبکه قطعه. حالا که میبینن همچین که پدرشون گذشت از دنیا، پدرشون از اینجا رحلت کرد، اما از همینجا درس میگن که شاید که فردا را ما اونجا شود. بعضی بگیم خواهراشون بیارن یوشن گور میکنن، بعضی مادراشون، بعضی پدراشون، بعضی اکهاشون، بعضی زنهاش، بعضی شوهراشون. مقصد که از همین چیز باید ما و شما را درس شود. این روز این درجه، فردا منم، پس فردا شما این. و همون خاطر باید چه کنیم؟ تیاری ببینیم. هر انسانی که از دنیا گذشتگی، پدرتون گذشتگی، پیش از مردنشون باید قدردانی کنیم. پدرتون، مادرتون دنیا گذشتگی احتیاج به دعا داره. در حقشون حج عمره کنین، در حقشون حج فرضی کنین، در حقشون قرآن تقسیم کنین، در حقشون گفتی که پا یگان مسجد در بریم بینا کنین، در مسجد خدمت کنین، به خاطر الله، به خاطر پدر مادرتون. هر کاری که میکنین در نامه اعمال اون نوشته میشه ان شاء الله. الله سبحانه و تعالی نگهبانتون باشه. در حق این برادرمون دعا کنین، خاص به خاطر الله، به خاطر که ما و شما این روز در جمع باشیم. اگر در حق دعا کردین، فردا کسی در حق ما و شما دعا میکنیم. باقی مدت در امان الله باشین، با دعا باشین. السلام علیکم.